شما بینندگان عزیز هستیم. بفرمایید. امین ابراهیمی هم اهل روستای درکو در غرب جزیره قشم. من هنر عکاسی از سال 1386 با گوشی تلفن همراه شروعم که و از سال 1392 به عنوان پروژه‌ای به اسم کتاب قشم سرزمین زیبایی ها عکاسی شروعم که سعی می‌کنم که تمام روستاهان جزیره قشم پیاده برم و از هر زاویه‌ایشون، از هر جاذبان گردشگریشون عکاسی بکنم و همچنین در زمینه عکاسی مصاحبه میدانی بپردازم و تمام مطالب مربوط به اون روستا، جاذبان گردشگری، همه‌شون ثبت و ذخیره بکنم و کم کم این پروژه شروع بکنم. از سال 92 که این پروژه شروعم که از تمام روستان، از روستای باسیدو تا خود جزیره قشم، مردم شناسی، صنایع دستی، فرهنگ، آداب و رسوم، سایتان ژئوپارک قشم و حتی پوشش محلی و مردم و دختران خشمی در شرایط آب و هوای خاص عکاسی می‌کرده که بتونه این عکسون معمولاً یک جذابیت خاص خودش باشد. و همچنین مصاحبان میدانی که با بزرگان که گنجینه‌های انسانی جزیره ماهن باشون مصاحبه می‌کرده و همه ایشون ذخیره و ثبت می‌کرده. خدا را شکر سال 1400 بعد از آماده سازی پروژه سفارایی کتاب با حمایت ژئوپارک جهانی قشم و سازمان منطقه آزاد، این کتاب به روی چاپ ره و چاپ خودش در یکی از بهترین چاپخانه‌های ایران آغازش که و چاپ این کتاب صورتش که این کتاب در سال 1401 با همکاری ژئوپارک جهانی قشم به اسم قشم سرزمین زیبایی ها به روی چاپ ره و کلاً در دسترس عموم همگانی قرارش گرفته و وارد بازار بوده. همونطور که می‌بینید ابتدا از جلد این کتاب که یکی از ژئوسایتان زیبای جزیره قشم به تصویرش کشیده و کلاً به حالت یک ژئوسایت کامل هند با حمایت ژئوپارک قشم، برند ژئوپارک جهانی قشم به صورت دو زبانه فارسی و انگلیسی در 192 صفحه این کتاب طراحی و آماده بوده به صورت دو زبانه فارسی و انگلیسی. این کتاب در 392 تا عکس از سراسر جزیره قشم کار بوده، داخل قسمتون مختلف، فرهنگ، آداب و رسوم، پوشش، جاذبه های منحصر به فرد جزیره قشم طراحی و آماده سازی بوده. کلی این کتاب یک دهه در کاران عکاسی و مصاحبه میدانی به طولش کشید، نزدیک به همون 10 سال. هدف من از کتاب قشم سرزمین زیبا یه هن که بتونم جزیره خودم به تمام دنیا معرفی بکنم و تمام صنعت گردشگری جزیره پیش روی مسافران و گردشگرانی که به خود جزیره اومدن تقدیم بکنم که بتونن با جزیره زیبای قشم آشنا بشن. همچنین من هنوزا در قسمت عکاسی مشغول به فعالیتم و هدفم از عکاسی کردن هم شرکت در نمایشگاهان جهانی و بین المللی هن که بتونم زیبایی جزیره خودم به تصویر بکشم و معرفی بکنم به سراسر دنیا. همتت بلند محمد امین ابراهیمی عزیز و آرزوی موفقیت برای تو. اما یک بار دیگه سوگواره